باورتون میشه این پارک برای 300 سال پیش باشه؟ اینجا پارک پنشیل انگلستانه. تمام این پارک رو با دست بدون هیچ ابزاری درست کردن. حتی این دریاچه‌ای که میبینید دریاچه طبیعی نیست. توی اون زمان با چه شرایط سختی تمام این دریاچه رو با دست کندن. این پارک واقعا بی‌نظیره. کلی گونه‌های مختلف گیاهی داره، کلی پرنده توش زندگی میکنن. واقعا بی‌نظیره. ویدیو رو ببینید و لذت ببرید.